خان کماله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، برای اعتراض و اعتصاب عمومی در 25 شهریور، سالروز جانباختن ژینا و آغاز جنبش انقلابی سراسری، مردم مبارز و آزادیخواه کردستان، زنان و مردان کارگر و زحمتکش، 1 سال از قتل حکومتی ژینا امینی توسط رژیم جمهوری اسلامی که آتش خشم و اعتراض توده‌های مردم در کردستان و سراسر ایران را شعله برساخت می‌گذرد. در طول 1 سال گذشته شما مردم مبارز همگام و همدوش با زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب و توده‌های به جان آمده از رژیم جمهوری اسلامی در سراسر ایران در مبارزه علیه جنایات و سرکوبگری‌های این رژیم و برای پایان دادن به فقر و فلاکت اقتصادی، تبعیض‌های جنسیتی و ملی و دیگر بی‌حقوقی‌های سیاسی و اجتماعی از هیچ فداکاری و تلاشی دریغ نکردید. زنان آزاده در کردستان با دور افکندن و آتش زدن روسری‌ها و با رقص و پایکوبی نه تنها پایه ایدئولوژیک حکومت اسلامی را مورد تعرض قرار دادند، بلکه پرونده آن بخش از اپوزیسیون ارتجاعی در کردستان را که خواب آن را می‌بینند با قرائتی دیگر از اسلام قانون اساسی آینده را تدوین کنند را هم بایگانی کردید. شما در 1 سال گذشته به رغم سرکوب خونین رژیم اسلامی حتی مراسم خاکسپاری و گرامی داشت جانباختگان را به نماد اتحاد و مبارزه علیه این رژیم جنایتکار و قوانین اسلامی آن تبدیل کردید. شما مردم ستمدیده و مبارز کردستان با فریاد زن، زندگی، آزادی و شعارهای آزادی خواهانه و برابری طلبانه و با آفرینش صحنه‌های باشکوهی از اتحاد و همبستگی با جنبش سراسری، بار دیگر رمز پیشروی و پیروزی جنبش انقلابی کردستان را نشان دادید. اینک در آستانه سالروز قتل حکومتی ژینا و آغاز جنبش انقلابی سراسری و در حالی که تلاش‌های گسترده‌ای از جانب جوانان انقلابی در محلات شهرهای مختلف، نهادها و فعالین عرصه‌های مختلف فعالیت اجتماعی جهت برپایی اعتراض و اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان علیه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در جریانش، کماله همگام با این تلاش‌ها شما زنان و مردان مبارز کردستان را به مشارکت هرچه گسترده‌تر در این اعتراضات و اعتصاب عمومی فرا می‌خواند. در روز 25 شهریور نباید خیابان‌های شهرهای کردستان این سنگرهای مبارزه را برای جولان نیروهای سرکوبگر رژیم خالی گذاشت. شما مردم مبارز در 1 سال گذشته به ابتکار خود بارها اعتصاب عمومی در سطح شهرها را با اعتراضات خیابانی در هم آمیختید. در این روز به هر شکلی که مناسب می‌دانید راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی علیه رژیم جنایتکار اسلامی را
برگزار کنید. کماله از کارگران و مردم مبارز سراسر ایران و از فعالین جنبش‌های اجتماعی می‌خواهد به هر شکلی که می‌توانند سالروز آغاز جنبش انقلابی سراسری را گرامی بدارند و از اعتراضات و اعتصاب یکپارچه مردم کردستان پشتیبانی کنند. با اعتصاب عمومی و اعتراضات خیابانی و حضور بر مزار جانباختگان یاد ژینا امینی و کلیه جانباختگان جنبش انقلابی سراسری را گرامی بداریم. یک صدا و مصمم جنایت رژیم اسلامی را محکوم کنیم. به رژیم جمهوری اسلامی اعلام کنیم که باید زندانیان سیاسی در کردستان و سراسر ایران را آزاد کند. اعلام کنیم که باید تعقیب و بگیر و بند و پرونده سازی علیه فعالین جنبش‌های اجتماعی را پایان دهد. قاطعانه اعلام کنیم که تعقیب و اذیت و آزار خانواده‌های جانباختگان جنبش سراسری باید بدون درنگ متوقف گردد. مردم مبارز کردستان با اعتراضات و اعتصاب عمومی خود به مناسبت 25 شهریور یک بار دیگر عزم راسخ خود را برای ادامه مبارزه و اتحاد و همبستگی با جنبش انقلابی و سراسری مردم ایران اعلام کنید. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد حاکمیت شورایی مردم در کردستان. کماله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران 18 شهریور 1402 9 سپتامبر 2023